السلام علیکم داملا حاجی میرزا. داملای عزیز، یک سوال داریم. آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارند و گور کنند از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام مخلص شما. سوال دوم، به دعوت به خانه‌ای که صدقه کرده است رفتن چه خیل است؟ اگر ما و شما در گورستان، این سوال این برادر این است که در گورستان اگر در پهلوی تو نفر را بیارند، آیا از حساب او همون همسایش عذاب یا راحت می‌بیند یا نه؟ در حدیث های پیغمبر می‌گذرد، در قصه ها هم می‌آید که از پیغمبر خدا این سوال کردند: ای پیغمبر خدا، اگر در قبرستان در پهلوی من یک شخص نیکی را، خوش اخلاقی را اگر آورده و گور کردند، آیا از او به من یگان فایده هست؟ رسول اکرم گفتند: آیا اگر وی زنده میشد و اگر همراه او تو یک جا بودی یا در همسایگی او زندگی میکردی، آیا از او به تو چیز فایده میرسید؟ گفتم بله، فایده میرسید. گفتند مادامی که اگر در حیاتت در پهلوی آدمی نیک باشی، در همسایگی آدمی نیک باشی، از او به تو فایده که رسد، در مردن هم انا همین احوال است. این اگر در پهلوی ما و شما نفری را خوابند که وی عالم است، وی شهید است، وی روزدار است، وی با نماز است، وی عبادت کننده است، خوش به حال ما و شما. لیکن اگر در پهلوی ما و شما نفری را خوابانند که خیلی بد اخلاق، بد گفتار، بد کردار و دیگر عملهای ناشایسته ای را در دنیا انجام داده باشد، ضرری او به همسایه‌اش میرسد. یکی از صالحان حکایت میکند، پیری او کس میگوید من این شاگرد خدا در خواب دیدم که خیلی احوالش بد، خیلی چهرهش زرد و گریان بود. وقتی که روز شد بسیار غمگین شدم که این شاگرد من احوالش خیلی بد است. وقتی از بین میگوید 3 روز گذشت، باز همین شاگرد خدا در خواب دیدم که این دفعه در یک باغزار چمنزار سیر و سیاحت میکرد. بسیار وقتش خوش بود. پرسان کردم ای دوستی خدا، 3 روز پیش من تو را در دیگر احوال دیدم، امروز احوالت خیلی نیک دیدم، چی سبب دارد؟ گفت در اصل وقتی که مرا در قبر خوابانیدن، بعضی عملهای نادرستی که من انجام دادم خدای خود غضبناک یافتم. لیکن 3 روز بعد در پهلوی من یک عالم را آورده خوابانیدند که خداوند از شفاعت این عالم 40 همسایه اطراف قبرستان شفاعت کرد. 40 نفر دیگر از عذاب الهی خلاص یافتند به حاضر شدن یک عالمی که در قبرستان خوابانیده شد. از این خاطر از همسایه قبر هم تأثیر برای ما و شما میرسد. ابوبکر وراقی را حکایت میکنند که گفته بود است به گورستان از آن روزی که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم. ابوبکر وراقی هزارها شاگرد داشتند، خدمت‌های شایسته در اسلام کردند. گفتند از آن روزی که در همین گورستان پای قدم کردم، هیچگاه از گریه خالی نبودند. اینا استادش نقل میکند. وقتی پرسانش کردند چرا اینقدر گریه میکنی، تو اینقدر خدمت نشان داده هستی، اینقدر آدم پاکیزه بودی، وی گفته است
به گورستان از آن روزی که خوابم، چونین در گریه و حال و تباهم، که هر مرده بیارن سوی گورستان، ندارد ده یکی او نور ایمان. از این گریه دارم، از این احوال من بد است که ده ها نفری که میارم به گورستان، هر کدامش که در قبر میگذارند خبر او اعلان میشد که این آدم ایمان نآورده است. این عذاب من، این دهشت ها و این غم منم از حساب همین است که این بندگان خدا به ایمان به خانه آخرت خود سفر کرده ایستادند. و دیگر مسئله گور در اینجا صحبت شد. برادرای عزیز، در بالای قبرستان ها اسراف نکنید. بالای گورستان ها در این سیمنت هایی که برده میریزین، مقبره هایی که شما میکنین، اینها از روی دستورات اسلامی جایز نیست. اینا در اسرافات میدرآید. اینا اسراف هستند. اسلام ضد اسراف است. اسراف نمیخواهد. اسرافکارها را دوست نمیدارد. باید که قبرستان های ما و شما، قبرهای ما و شما عادی باشند. برای نشانه میلش یگان سنگی را اگر برده گذاشتیم، در اون هم اینقدر آیه های کریمه می نویسند، بسم الله الرحمن الرحیم می نویسند، تاریخ سال می نویسند، شعرها می نویسند. اینها را ننویسید، اینها جایز نیستند. بالای قبرهاتون گچکاری نکنین، حدیث های پیغمبر است. بلکه می توانین در قبرستان هاتون درخت شینانین، قبرستان ها را به گلزارها مبدل کنین. قبرستان ها یک منظره های زیبایی شوند. اون گل های تر و تازه تسبیح مرده را میگویند. لیکن این مناره هایی که شما میکنین، اینقدر اسراف هایی که بالای گورستان ها میکنید، اینها را اسلام برای شما رخصت نمیدهد. شما گناهگار میشوین در این مبلغ هایی که در اون مقبره های بالای گورهاتون صرف میکنید. حضرت مولوی جنونی را خدا رحمت کند میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحد گر اژدهار است. چی فایده دارد بالای قبرها را اینقدر نقش و نگار کردن وقتی که داخل قبر از اژدهار خالی نباشد؟ وقتی داخل قبر عذاب داشته باشد، این نقش و نگار به کی فایده دارد؟ برادرای عزیز و پدرای مهربان، همه شما آینده زیر قبر می روین. کاری کنین که داخل آباد کنین، بیرون آباد کردن هیچ معنی نداره. میلش از گورهای پدر و مادرهامون خبر میگیریم، اطرافهاش تازه میکنیم، سبزگاری میکنیم، درخت میشینانیم، لکن عمارت نمیکنیم. عمارت جایز نیست. در مسئله ها من چندین بار خبر دادم که حتی اگر گورکنها در داخل قبر ساعتش فراموش کند، لباسش فراموش کند یا بیل میکندگیش فراموش کند، اگرچه در اسلام قبر دوباره کندن جایز نیست، لیکن برای آن که این ساعت فراموش شده است یا لباس فراموش شده است یا بیل فراموش شده است که به این آدمهای زنده محتاجند، برای این اسلام رخصت میدهد که قبر دوباره کنین. ببینید در لحد غشت پخته ماندن مکروه است میگوید. برای چی؟ برای که به غشت پخته آدمای زنده محتاج هستند. یا اگر در لحد تخته مانی مکروه است میگوید، برای به تخته آدمای زنده محتاج هستند. برای مرده چی در کار اینها را نکنید برادرای عزیز. اینا احترام پدر و مادر هم نشان نمیدهد. شما در دنیا دعای پدر و مادر را گیرین، این بهتر است از او که بالای قبر او را اگر تو طلایی کنی. بسیاری فرزندها هست که پدر و مادر را در حیات ناخشنود میکنن، خفه از دنیا روانشان میکنن و بعدن چیکار میکنن؟ بعدن دیگر میبینی که هفته ها نان دادن، بعد بالای قبرهاشون دیگر میبینی که هر گونه نقش نگار دادن، وای به تو فایده نمیکنه. پدر و مادر در حیات دعاشو بگیر، در حیات با او معامله نیکن. این است بردی شما. و دوم، سوالی که این برادر ما کردن
به دعوت خانه‌ای که صدقه کرده باشد رفتن درست است یا نه؟ امروز انشاءالله من باوری کامل دارم که این مسئله خیلی حل خودش یافتگی است، اگرچند که در دوره‌های کم چند سال پیش بعضی از شعارهای نادرست و بعضی از تبلیغهای نادرست وجود داشت که هر جایی که اگر صدقه را شنیدین یا نان را شنیدین حتمی روین. این دروغ است. صاحب 4 کتاب خدا رحمت کند میگوید اول آن باشد که مانندی مگس، مردی ناخوانده شود مهمانی کس. هر کی او مهمانی کس ناخوانده شد، نزد مردم خار و زار و رانده شد. آدمی ناخوانده گفته است حکم مگس دارد، حکم پشه را دارد. پشه را بینین از این خانه به او خانه، از او خانه به او خانه حرکت میکند، عاقبت در یک خانه میزنن نابودش میکنن. آدمی که دعوت نداشته باشد، آدمی که او را به سوی اون خانه نخوانده باشند ترک کنین. این دروغ است که نان شنیدین باید که رفتن واجب باشد. اذا دعی احدکم فلیجب فان کان صائما فلیصلی و ان کان مفطرا فلیطعم. پیغمبر خدا گفتند وقتی اگر کدام از شما را به کدام خانه دعوت کردن فلیجب، اجابت کن، رو به اون خانه. اگر تو روزدار باشی در اون خانه دعا کن، اگر روزخور باشی از طعامش استفاده ببر. حتی روزدارم که باشی دعوت قبول کن. در اون خانه چکار میکنی؟ دعا میکنی. لیکن اگر روزخور باشی از طعامش استفاده میبری. و اینجا یک مسئله دیگر هم پیدا شد. اگر در کدام خانه که رفتید مبادا پیش شما طعام آوردن، این یک فعل پیغمبر بود که اگر رسول اکرم طعام معقولش میشد طعام میخورد، اگر مبادا که این طعام شور میشد یا مزه نمیداشت وای عیب نمیگرفت، وای کمبودی این طعام نمیگرفت، بلکه میگفت که من اشتها ندارم. این هم یک صورت مسئله هست که امروز در چندین خانه هایی که ما و شما مهمان میشویم همان طعام میچشند. اگر کمی لذت نداشته باشد در بین مردم اعلان میکنند یا شور است یا لذت ندارد یا دیگر. این هم از آداب مهمانداری نیست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.